الان که نزدیک به 30 میلیون ارز دیجیتال مختلف توی بازار وجود داره و ETF های بیت کوین و اتریوم هم توی بازار تصویب شده، قرار نیستش که هر ارز دیجیتالی که شما خریداری میکنین مثل سال 2021 رشدهای چند ده برابری یا چند صد برابری رو بهتون برسونه. لازمه که روی دسته‌بندی درست و ارزهای درستی سرمایه‌تون رو وارد بکنین که رشد بیشتری رو تجربه بکنین. یکی از دسته‌بندی‌های مهمی که توی این زمینه وجود داره ارزهای دیجیتالی هستن که آمریکایی‌ان، مثل پروژه ریپل که 1 سال پیش بهتون معرفی کردم و از قیمت‌های حدوداً 40-50 سنت بالای $3 هم رسیدش. ارزهای دیگه‌ای که توی همین دسته‌بندی ان، یکیش پروژه سولونا، یکی پروژه کاردانو و یکی هم پروژه استلار هستش. دسته‌بندی مهم دیگه‌ای که از چند سال پیش توی این بازار مورد توجه قرار گرفته، هنوزم که هنوزه رشدهای زیادی رو داره تجربه میکنه، دسته‌بندی میم کوین‌ها هستش. ولی اگر توجه بکنید، روزانه داره تعداد زیادی میم کوین داخل این بازار به وجود میادش که یا خیلی از اونها اسکم و کلاهبرداری میشن یا اینکه ضرر زیادی رو به صاحبینشون میرسونن. پس لازمه که با استراتژی درستی روی میم کوین ها سرمایه گذاری یا ترید خودتون رو انجام بدید. برای این موضوع من یه استراتژی اختصاصی آماده کردم که امتحان خودش رو پس داده و خیلی از شماها تا امروز تونستین این نتایج رو با استفاده از اون به دست بیارید. برای دریافت رایگان این استراتژی فقط کافیه که پیجمو فالو بکنین و بعد از اون کلمه شروع رو توی کامنت ها برام بفرستید.